فهمیدی صدای؟ یک سری دیگر بگم فراموش نکن، خصوصا بچه‌هاش. اگر مال زیاد میخوای، اگر برکت در مالت میخوای، اگر برای کار میخوای، اگر خداوند به فرزندت کرده است، دختر دویدی، اینجا دویدی، اونجا دویدی، مزار دویدی، ملا دویدی، خاک خوردی، تمار خوردی، زهرم خوردی، نیافتی، فرزند نیافتی، برای کارم نشد، راهش در یک جاست، راهش اینجاست. الله سبحانه و تعالی در قرآن پاکش وعده کردگی هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن پاکش برای بندگانش وعده کردگی هست که اگر بندگان من توبه بکنن، بندگان من توبه بکنن، من برکت آسمان و زمین را برای کارشان بدهم، از زمین برای اونها خزائن ها را میریانم، از آسمان برای اونها رحمت میبرانم. اگر فرزند ندارن من برای او فرزندش میدهم، برای کار ندارن